رفیق شما نمی مسجد است، رفیق شما معرکه های خیر است، رفیق شما کسانی هستند که از خدا می ترسند. با بی ادب شما رفیقی نکنید. خدا رحمت کنه دوستان خدا را میگن ای برادر دور باش از یار بد. یار بد میگه دور باش، برای چی؟ ای برادر دور باش از یار بد، یار بد بدتر بود از مار بد. مار بد تنها تو را بر جان زند، یار بد بر جان و بر ایمان زند. این مار دنیا خوب است که یک نیشه میزند و تو از دنیا میگذری، لیکن ایمان همراه توست. لیکن یار و رفیق بد وقتی که در معرکه و شما می نشینین، عرق نوشی میکنین، اگر مبادای خداوند در اون مکان در همون زمان جان شما را قبض کرد، شما ایمان ندارین.